اینم به شما عرض بکنم سال چهارم که می‌خواستیم مصوبه اجرا بشود، خب دولت 14 اومد سر کار. خب رئیس جمهور محترم به هر حال پزشک متخصص تو میدان کاملا این مسئله رو دیده، جز مخالفین بود و اعضای دیگری هم مخالفت کردن که چون این مصوبه 4 ساله بود. بله. اینکه بعضی میگن نمیدونم این مصوبه ما جلوشو گرفتیم دیگه 4 سال، نه از اول مصوبه 4 ساله بوده. بله. و بنا هم نبوده تمدید بشه و قرار بود همین 4 سال تا بعد ببینن چه اتفاقی میفته. الان قراره تمدید بشه؟ نه هیچ اصلا بنای تمدید هم نیست. و اعضا موافق نیستن برای تمدید. چون به هر حال زیرساخت‌ها واقعا همه اعضا توجه داره که تمدید نشد. ولی سال چهارمش بحث شد، اختلاف شد و در شورا مطرح شد که سال چهارم توقف پیدا کنه، یعنی 3 ساله این مصوبه اجرا بشه. این امکان هم وجود داره چون مصوبات ما در شورا هر 6 ماه یک بار قابل تغییر است. مثل مجلس پیچیدگی خاص خودشو نداره، راحت‌تر میشه تغییر داد. چی شد آقا اگه این اتفاق افتاد؟ خب تو اون جلسه بحث‌های زیادی شد، موافق مخالف حرفایی زدن، ولی وزیر محترم دولت 14 آقای دکتر ظفرقندی ایشون ایثاری کرد و گفت من این سال چهارم هم اجرا میکنم. آقای دکتر ظفرقندی گفتن. حتی رئیس جمهور هم مخالف بود که با نگاه، چون معمولا نظر رئیس جمهور میتونه تاثیرگذار باشه در رأی اعضا، ولی آقای دکتر ظفرقندی ولی یه شرطی داشت، چون بعضی 3 سال قبل بیش از 20% افزایش ظرفیت بود، نظرش این بود که اینا کسر بشه و ما موافقت کردیم سال چهارم افزایش 20% با کسر، در واقع با احتساب اون اضافه هایی که در سال